بازی‌های فردا که مشخص نبود چه تغییراتی حاصل خواهد شد. یک ارسال مجددا به محوطه جریمه، از دروازه خارج شد به خوبی علیرضا حقیقی و توپ رو برگشت داد. اعلام خطا از میثم باو. دورخیز مناسب، حالا ضربه رو خواهد زد. یک ضربه و توی دروازه عالی زد ضربه رو میلاد میداودی. گل پیروزی استقلال اهواز. عالی میلاد میداودی به توپ ضربه زد و به سبکی که خدمتتون عرض کردم یک گل رویایی برای استقلال اهواز 1 پرسپولیس تهران 0. زیبا زد ضربش رو و آقای عبدالمجید باقرینیا که با تجربه هست و سرد و گرم چشیده و خوشحال در این دقایق تمام هست، ببینیم چگونه به گوشه دروازه رفت ضربه میلاد میداودی و خوشحالی بی حد و حصر تماشاگران حاضر در ورزشگاه. عالی ضربه رو زد، خدمتتون عرض کردم به سبک کریس رونالدو ضرباتش رو میزنه میلاد میداودی. این بار هم زد و این بار هم خوب زد ضربه رو. استقلال اهواز 1 پرسپولیس تهران 0. حالا پرسپولیس حمله میکنه، فرصت برای بازیکنان پرسپولیس، میتونستن ضربه رو بزنن و سوت پایان دیدار تیم‌های فوتبال استقلال اهواز پرسپولیس تهران. پیروزی 1-0 استقلال اهواز با تک گل ارزشمند میلاد میداودی و خوشحالی عبدالمجید باقرینیا، این سرمربی بومی و ارزشمند که موفق شده متحول بکنه استقلال اهواز رو و موفق